بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به آیه ششم و آیه هفتم که ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم. ابتدا یه ترجمه مختصری از این آیه بکنیم تا بعداً به توضیحاتش برسیم که این آیه می‌فرماید که ان الذین کفروا، اونهایی که چشم پوشیدن. این کافرین رو تو توضیحات توضیح میدیم که این کفر یعنی چه. ان الذین کفروا، به راستی کسایی که چشم پوشیدند بعد از هدایت تو، یعنی بعد از اینکه اینها به هدایت رسیدن. چشم پوشی معناش اینه، آنهایی که چشم پوشیدن برای اونها برابر است بترسانیشان یا نترسانیشان، ایمان و گرایشی نخواهند داشت یا نمی آورند، گرایشی نمی آورند. این مال این آیه توضیحش تا خدمتون عرض بکنیم. ابتدا این رو توضیحی بدم. این کفرو واژه ها که مشخصن، سوا به معنای برابری، وسط، بعد یعنی فرقی نمیکنه در اینجا. اگه بخوایم خیلی فارسی بگیم یعنی توفیری نمیکنه برای این. انذار ابلاغ همراه با تخفیفه، همراه با ترسه، یعنی معرفت دادن به اضافه احساس ترس در طرف ایجاد کردن که متوجه باشه. و احساس ترس رو باید همراهش داشته باشه. ختم یعنی بستن، مهر زدن، محکم کردن، این هم معنی میده. خب حالا البته این مربوط به آیه بعد میشه که اون رو هم میشه بعداً توضیح بدیم، ولی الان اون چی که مهمه در واقع واژه کفره در اینجا، که ما بدونیم که کفر یعنی چه. کفر در واقع بعد از معرفت شکل میگیره. در اون آیه شریفه هستش که در مورد فرعون تو آیه سوره نمل آیه 14 به نظرم در اونجا اومده که و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، یعنی انکار کرد در حالی که یقین پیدا کرد. یقین استیقنه یعنی به سختی به چیزی رسیدن، به یقین رسیدن. او به یقین رسید به سختی، ولی همون چیزی رو که رسیده بود بهش انکار کرد. چرا؟ توضیح آیه اینه که به خاطر ظلم و علو، به خاطر ظلمی که داشت، که حالا این ظلم به شرک معنا میشه، به تجاوز از حد معنا میشه و همه اینها رو در بر داره. به خاطر ظلمش و به خاطر برتری جوییش آدم، یعنی این آدم زیر بار حق نمیره، به خاطر اینکه به خاطر ظلمش و به خاطر علوش، با یقینی که به دست آورده در واقع پیرو اون یقین نیست. آدم به یقین هایی که میرسه طبیعتا باید عمل بکنه، ولی این آدم یا اون کافر کسیه که وقتی هم که حجت برش تموم میشه، وقتی که میفهمه که حق کدومه، زیر بار حق نمیره. انکار و چشم پوشی البته درجات و مراتبی داره، از مرتبه ساده شروع میشه تا مراتب بالا، که آدم ممکنه که حق اون چیزی رو که بهش رسیده رو زیر بارش نره. دقیقاً حالا مثل این میمونه که ما میدونیم چه چیزی برامون ضرر داره، میدونیم هم ضرر داره، ولی اون چیز رو به سمت اون چیز میریم. حالا اگر مصرف کردنیه، اگه چیزای دیگه هم هست، چیزای دیگه. خب این البته خب دو تا معناست، یعنی یه وقت از کفر در اعتقاده، یه وقت از کفر در عمله. اینجا بحث کفر در عمل نیست، کفر در اعتقاده. یعنی این که اون تقسیم بندی که صورت میگیره که انسان وقتی که چیزی رو
بهش رسیده و میدونه درسته، به خدایی رسیده و میدونه هست، به پیغمبری رسیده و میدونه هست، به کتابی رسیده که میدونه هست و میدونه، یقین داره، نه میدونه، یقین پیدا کرده که این درسته، به این رسیده. و استیقنتها، یعنی به مرحله ای رسیده که یقین حاصل کرده، یقین حاصل کرده که این درسته، ولی زیر بارش نمیره. خب اینجا ما به خاطر همین معنا کردیم که ان الذین کفروا، کسانی که چشم پوشی کردند و انکار کردند، که این آیه میفرماید که و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. خب این جهد، انکاره. منتها در روایت هستش که اونجا معصوم میفرماید که انما یکفر اذا جحد، کافر میشه وقتی که انکار بکنه. پس ببینید در کفر عنصر معرفت هست، یعنی میدونه کدوم راه درسته و کدوم راه غلطه، میدونه چی حقه و چی ناحقه، اینا رو میدونه، کتاب رو میدونه، رسول رو میدونه، خدا رو میدونه، آخرت رو میدونه، ولی زیر بار نمیره، انکار میکنه و چشم پوشی میکنه، یعنی نادیده میگیره. شاید اون شعر معروف رو شنیده باشید که حالا در جاهای مختلف هست، مثلا مرحوم در معراج السعاده مرحوم نراقی نقل میکنه که یه شعری هست که میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، یه همچین تعبیرهای مختلفی اونجا هست در مورد این. یک قبندش اینه، یک مصرعش اینه که آن کس که بداند و نخواهد که بداند. این تعبیر گفت حیف است چنین جانوری زنده بماند. این تعبیر رو ایشون اونجا داره، ولی اینجا بحث این نیست که اینکه نداند و نخواهد که نداند نیست، نه، اینو بهش میگن، فهمیده و به حجت رسیده. کفر مانع فهم انسان تا یه درجه‌ای تو در اتمام حجت نیست، اون میدونه که راه حق کدومه، ولی زیر بار نمیخواد بره به خاطر اینکه منافعش جور دیگه اقتضا میکنه. اینه که ما اینجا این رو معنی کردیم. اینه که گفتم نمیشه کفر رو به معنای کافر معنا کرد در هر جا، به خاطر همینه که دقیقاً بدونیم در او چه اتفاقی میفته، تا بعداً وقتی که ما میخوایم استفاده بکنیم در مورد هر کسی این واژه رو به کار نبریم. اگر ما در مورد هر کسی که به دین ما معتقد نیست یا کسی که در مقام در مقام تحقیق بهش بگیم این کافر، این درست نیست. اونی که در مقام تحقیق داره تحقیق میکنه هنوز به معرفتی نرسیده، اونی هم که اصلا حجتی برش نرسیده و اصلا اتمام حجتی برش نشده ولو به دین دیگه گرایش داره، ما این رو هم نمیتونیم بگیم کافره. ممکنه ما در عرف عامیانه به این بگیم کافر، ولی این احکام کفر رو برش نمیشه بار کرد. یه همچین کسی رو نمیشه بهش گفت کافر، نمیشه برخورد کافرانه باهاش داشت. اینی که توی مراحل بعدی برخورد با اونها، اولین قدم اتمام حجت برای همچین کسانیه که بدونن حق چیه. پس کسی که به حق نرسیده در مقام تحقیقه، یا کسی که اصلاً به حق بهش نرسیده، اینو ما تعبیر به کافر یا تعبیر به کفر در مورد اینها نمیتونیم بکنیم. متناسب با اون باید برخوردها صورت بگیره. خب این یک مسئله است که اینجا خواستیم توضیح بدیم که پس کسانی که به راستی ان الذین کفروا، کسانی که چشم پوشیدند، این چشم پوشیدن مال کیه؟ بعد از هدایت، بعد از هدایت توه، بعد از اینکه پیامبر هدایت رو برشون آورد، برشون حجت رو تمام کرد و به یقین رسوندشون، بعد از این اونها اگر کفر ورزیدن، یعنی چشم پوشی کردن، اینها دیگه فرقی نمیکنه، اینا گرایشی براشون شکل نمیگیره، اینا نمیخوان، اینا نه آخرت رو میخوان، نه خدا رو میخوان، نه حتی خودشون رو میخوان، حتی خودشون رو نمیخوان. برای اینکه آدمی که خودش رو دوست داشته باشه، حتی گرایش به خودش در این حد داشته باشه، ایمان به خودش در این حد داشته باشه، برای اینکه نجات پیدا بکنه، برای اینکه تو ورطه نیفته، دست و پایی میزنه، یه تقلایی میکنه، یه کاری میکنه. اینو هم نمیخوان.
پس بنابراین اینهایی که چشم پوشیدن بعد از هدایت، اینها دیگه براشون فرق نمیکنه، برابره که اونها رو بترسونیشون یا نترسونیشون. یعنی انذار ترس توأمه با معرفت رو به اینها بدی یا ندی دیگه فرق نمیکنه. نمیخواد لا یؤمنون، اینها نمیخوان. این عنصر خواستن خیلی مهمه در اینجا، اینو باید بهش توجه کرد که لا یؤمنون چرا مطرح میشه، که چون نمیخوان اینجوریه. خب آیه بعدی اینه که ختم الله علی قلوبهم. این نتیجه اون کار هاست. وقتی که انسان خودش مجاری ادراکی خودش رو بست و به اون چی که از اون مجرا برش وارد شده بهش توجه نداشت، وقتی که انسان به این درجه رسید، خب ختمه یعنی مهر میخوره. ختم الله علی قلوبهم، این که خدا بر اونها مهر میزنه، این هم باید معلوم بشه که این که خداوند این کارو میکنه چرا. این در واقع خداوند با اتمام حجتش این کارو میکنه. مثل اینی که ما میگم یه قوانینی تو این عالم در جریانه که وقتی شما از یه چیزی بهره نگرفتی، طبیعتا مثل این میمونه که خداوند یه دستی به شما داده، وقتی شما این دست رو بیکار بگذاری، این به تدریج ضعیف میشه، عضلاتش آب میرن دیگه، توانایی بلند کردن اشیا رو نداره، پیدا نمیکنه. وقتی این عاطل و باطل بیفتن همین جور میشه. اینهایی که بر دلشون، بر گوششون، بر چشمشون، که اینا مجاری ادراکی ما هستن برای این که بتونیم از عالم خبر بگیریم. خداوند این نعمت‌ها رو در اختیار ما قرار داده برای اینکه بفهمیم درست و نادرست چیه. خب اینجاست که مهر بر اینها زده میشه. خب من اینجا این واژه رو توضیح بدم که اولا ختم رو که گفتیم به معنای مهر زدنه. قلب در قرآن وقتی مطرح میشه در واقع مجموعی از نیروهای معرفتی و عاطفی و احساسیه که در انسان به وجود میاد، در انسان هست. خب اون چیزی که انسان به معرفت، نگاه به آیات مختلف قرآن بکنید میبینید اینجا مجرای معرفت انسان و مجرای عاطفه و احساس انسان قلب انسانه. خب وقتی که اینجا گفته میشه که ختم الله علی قلوبهم، یعنی که اینا دیگه حتی مجرای این مجرای ادراکی، معرفتی و مجرای احساسی اینها حتی بسته میشه. چون این کارو کی کرده؟ خودشون، با قوانینی که خداوند تو این عالم قرار داده. همونطور که عرض کردم دست ما اگر باش کار نکنیم، یه قانونه، یه قانون ساده طبیعی که وقتی انسان باید چیزی بهره نگیره، طبیعتا اون چیز رو به ضعف گذاشته میشه. همینطور انسان اگر با سایر اعضا و جوارحش بد تا بکنه، اونها آسیب میبینن. اینها هم در واقع با کفری که میورزن، با اینکه این مجرای اون فهم خودشون رو خودشون بستن، یعنی نمیخوان چیزی رو که نمیخوان، طبیعتا اون نخواسته ها مثل این میمونه که من نخوام اصلا هیچ حرکتی به دستم بدم. و این یواش یواش رو به افول میگذاره. خب پس بنابراین قلب یک مجموعه ای از نیروهای معرفتی و عاطفی و احساسی در انسان، اینا رو در بر میگیره. فقه و فهم در انسان از این مجرا صورت میگیره. ظرفیت انسان در همین جا اتفاق میفته. اونی که دلش ظرفیتی داره میتونه خیلی از مسائل مشکلات رو در خودش حل بکنه، با اونی که نداره این از همین جاست. یعنی اینه که وسعت پیدا میکنه یا نه. میخوام بگم یعنی این توجه آدم باید به این داشته باشه که وقتی میگیم ختم میشه یعنی چی؟ یعنی به چه چیزهایی ما داریم آسیب میزنیم و این باعث میشه که چه مجرایی بسته بشه. خب این در واقع علامت حیات و سلامت انسان تو قلب انسانه. اگر شما این رو هر مقدار بهش آسیب بزنی و هر مقدار از اون ختم درش تحقق پیدا بکنه، به هر مرحله‌ای که برسه به همون مرحله آسیب میبینه. این مثل اینکه یه خراشی بهش وارد بکنیم یا یک کاردی رو بهش بزنیم که این در اعماقش نفوذ بکنه. خب این مرحله، این مسئله‌ایه که در مورد قلب باید گفت.
خب سمع هم که شنواییه، غشاوه هم که پرده و روکشه. خب حالا با این توجه باید این آیه رو اینجوری معنا بکنیم: کسانی که چشم پوشیدند، همونطور که گفتیم بعد از هدایت، اینهایی که به یه همچین مرحله‌ای برسن، اینها خداوند بر دلهای اینها و بر شنواییشون مهر زده. گفتم کاری که خودشون با خودشون کردن و خداوند با هدایتی که میکنه این اتفاق میفته. یعنی کاریه که ما در واقع خودمون با خودمون میکنیم، اون تو به صورت یک سنتیه که در طبیعت، در هستی جریان داره. خب خدا بر دلها و بر شنواییشون مهر زده و بر بیناییشان پوششی است. اینها به خاطر کاری که کردن، در واقع به خاطر اون چه که خودشون دنبال اون هستن، یک پرده ای رو جلوی خودشون میکشن. مثل این که من یه عینکی رو میزنم که با این نوری که با این رنگی که این عینک داره من عالم رو اونجوری میبینم. اینها با اون عینکی که به چشم خودشون زدن دنیا رو یه جوری که میخوان ببینن، اونجوری که خودشون میخوان ببینن، در حالی که اینجوری نیست. قانونها در هستی جور دیگه ای هن. آدم یه راهی رو داره میره، اگر علامتهایی که در اون راه هست نادیده بگیره، تابلوها رو نادیده بگیره، طبیعتاً اون چی که قرار اتفاق بیفته برش میفته. دیگه به خواست ما نیست که آیا این اتفاق بیفته یا نه. آدمی که سر پیچ باید بپیچه و نپیچه، مستقیم میخواد بره، تو دره میفته. این مسیریه که آدم طی میکنه. خب به خاطر همین و برای اونها رنجی عذاب عظیم. یه عده خواستم بگن که عذاب به معنای شکنجه است. خب باشه، نداره، ما تو لفظش چیز نداریم، ولی اینو کی فراهم کرده؟ خودشون برای خودشون فراهم کردن. آدمی که سم میخوره طبیعتاً انتظار نداره که اون سم برای او قوت ایجاد بکنه، قدرت ایجاد بکنه. سم میکشه. برای آدمی که مریض بیماری داره و این بیماری مثلا براش گوشت خوب نیست، خب این اگه بخوره ولو این گوشت ممکنه در آدم‌های سالم باعث قوتشون بشه، ولی برای این سمه. این اگر بخوره طبیعتاً دچار مشکلاتی میشه. خب همینطور اینها به دلیل کفرشون برای خودشون شرایطی رو فراهم کردن که اینها در واقع اون عذابیه که ما خودمون برای خودمون مهیا میکنیم. انسان به هر درجه ای از عذاب که مبتلا میشه، به همون درجه کافره. خب اینو باید بهش توجه داشته باشیم. کفر مرحله‌ای داره، مراحلی داره و روندی رو طی میکنه که این روند ممکن از مراحل ابتدایی شروع بشه تا به مراحلی برسه که انسان به اینجا برسه که ان الذین کفروا، اینها ختم الله علی قلوبهم، خداوند اینهایی که چشم پوشیدند و برشون، بر دلشون و بر مجاری ادراکیشون مهر زده و برای اینها اون چی که هست عذاب عظیمه. چون دنیا قانونمنده و هستی قانونمنده. اگر شما مطابق قانونها عمل نکنید، طبیعتاً مطابق با اون و به درجه ای از اون مبتلا خواهی شد. اون چیزی که ما خودمون برای خودمون فراهم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.